این طفل در زیر شکست پاره‌های یک بینایی از زمین لرزه فرو ریخته در ولایت حلب سوریه به دنیا آمده است. او را 10 ساعت پس از زلزله پیدا کردند. دخترچه اکنون یگانه کسی است که از یک عائله کلان زنده مانده است. مادرش بعد تولد او جان داد. نجات بخشان میگویند نوزاد را زمانی یافتند که هنوز ناف او با مادرش پیوست بود. ندور على بردينا وعائلته. ما جسد والدان او را در پهلوی همدیگر یافتیم. وقتی جستجو میکردیم صدای کودک را شنیدیم. هنوز ناف کودک با مادرش پیوست بود. آن را بریدیم و خود کودک را به بیمارستان افرین بردیم. حالا نوزاد در بیمارخانه طبابت می شود. دخترچه را ما دیروز ساعتی 3 بعد از نصف روزی قبول کردیم. تمام بدنش پر از داغ و زخم بود. سخت سرما خورده بود. او را گرم کردیم و داروهای ضروری را دادیم. حالا شکر خدا وضعش معتدل است. با گفته پزشکان اگر کودک تا زمان زمین لرزه و فرو افتادن بیناها تولد می شد احتمال زنده نمی ماند. نجات بخشان در ولایت حطه ترکیه هم در میان 10 جسد از زیر ویرانه ها یک نوزاد دیگر را زنده پیدا کردند. آنها صبح 8 فوریه هنگام عملیات جستجوی آدمان در زیر خرابه ها نوزاد را نجات دادند. پسرچه را گرم کرده برایش کمک اولیه رسانیدند. زمین لرزه سختی که روز 6 فوریه ترکیه و سوریه را تکان داد جان هزارها نفر را بود. هزارها کسی دیگر در زیر خرابه ها ماندند. عملیات نجات و جستجوی آدمان در 2 کشور ادامه دارد. بعد ساعت‌های زیاد از زیر خرابه ها زنده پیدا شدن نوزادان در این 2 کشور اکثریت را در حیرت گذاشته است.